ده همان کنفرانس ده سروک گشتی پارتیا سوسیالیست کردستان بایرام بوزیل بحثا پیواژه آشتی و جواکا دموکراتیک و دیار کرد که پیواژه آشتی و جواکا دموکراتیک پیواژه روجاوای کردستانه. بایرام بوزیل آنی زمان که پیواژه آشتی آل ترکیه انجام پیشکتن لروجلات نابینه و گوت پیواژه هی نتنه گریدای ترکیه پارچه اک قیران روجلات نابینه که پرزگریکا کرد ده نابند آویده یا. بایرام بوزیل دیار کرد که بنگاه پیواژه در روجاوای کردستانه هیا و دبیجه اگر مروف ببیجه پیواژه روجاوای کردستانه جی نشاشه. هر وکی دست نشان کرد که کرد همو پشگیری پیواژوی دکن و رخنل نزیکاتی دولتا ترک وی گوت دوی چارەسەری تنه به چکدانین را سینوردار نمینه دوی پیواژو به چکرنا دستور کنو به مشاندن پرزگریکا کرد پرزگریکا که 100 سالیه.